با مقصد بهسازی اینفرаструктури راهو نقلیات راههای بین شهرک دربند از تعمیر برآورده می شوند. همچنین دیگر کارهای آبادانی نیز با جلب اهالی و اشخاص سخاوتپیشه ادامه دارد. گزارش از ناحیه نورآباد. ساختمان مرحله دومی راه ماشینگرد مرکز شهرک دربند ناحیه نورآباد اولین انشاءات می باشد که سال روان از حساب مبلغ‌های مؤسسه دولتی منطقه زیرآبشونده نیروگاه برقی آبی روغن در روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور عزیزمان بناکاران به کارهای ساختمانی شروع کردند. در روند عمل شدن لایحه مذکور تخت و هموارکنی، منفرش کردن دو طرف راه ماشینگرد، سفالک پوش نمودن راههای پیاده‌گرد، بنیاد نوبه‌های آبرو و همزمان اجرای دیگر کارهای آبادانی و چراغ‌کنی قد راهها در مجموع به مسافه 1400 متر پیش بینی شده است تا کارگران در مهلت معین شده فرمایشگر کارهای ساختمانی را با صفت بلند انجام دهند. با مقصد اجرای کارهای ساختمانی 12 نفر کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود نورآباد لایحه با استفاده از تکنیک‌های موجوده در نوبت اول تخت و هموارکنی و نصب نوبه‌های آبرو را شروع از شفت بازار مرکزی تا نزد بینای مقامات محلی به سامون رسانیده ایستادند. از روی نقشه چاره‌بینی ها به افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سال جاری در ناحیه نورآباد ساختمان 98 انشاءات تعینات گوناگون پیش بینی شده است. رفت کارهای آبادانی جماعت‌های شهرک و دهات در سیتات دائم و عمل کننده با شرکت نماینده حکومت جمهوری، مقامات محلی و دیگر تشکیلات و اداره ها تحلیل و بررسی گردیده برای سرعت بخشیدن کارهای ساختمانی تدبیرهای ضروری راه اندازی می گردد. از جمله در روند برنامه‌های بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ‌های مؤسسه دولتی منطقه زیرآبشونده نیروگاه برقی آبی روغن ساختمان باغ فرهنگ در محله 4 شهرک دربند ساختمان مؤسسه تعلیمی برای 640 نفر خواننده و اینچنین بنیاد 10 انشاءات حیاتاً مهم شروع می‌گردد که همه این آبادانی‌ها اصلاً به خاطر زندگی شایسته مردم ناحیه نورآباد روانه شده است. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد.